اگر یک نفر به خاطر پابندی به یک حکم شرعی خجالت بکشه، بفهمه که مفهوم ایمان به الله را درست درک نکرده. به خاطر چی؟ به خاطر که ما در انجام حکم شرعی از الله اطاعت میکنیم. و چی کسی از الله که خوب حکم میکنه؟ از الله که کسی هست عادلانه و حکیمانه و عالمانه حکم بکنه؟ پس ما وقتی به حکم الله عمل میکنیم، به بهترین حکم موجود عمل میکنیم. الله تبارک و تعالی میره میگه افحکم الجاهلیت یبغون، ای انسان ها آیا شما به دنبال حکم جاهلیت؟ هر حکم مخالف حکم الله حکم جاهلیت است. و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. از الله که چی کسی حکم زیبا میکنه؟ از الله که چی کسی حکم نیکو میکنه برای قومی که یقین داشته باشه. پس وقتی یک نفری به عنوان مؤمن حکم الله را انجام بده، روحیه موجود در ذهنش چی باشه؟ آیا روحیه ذلیلانه باشه و از انجام حکم الله خجالت بکشه؟ اگر یک نفر ولو حکم الله را انجام بده و نوع خجالت و ترس در قلبش بوده باشه، مفهوم ایمان به الله را درک نکرده. مؤمن به انجام حکم الله عزتمند است و با افتخار از الله اطاعت میکنه و با افتخار از رسول الله صلی الله علیه و سلم اطاعت میکنه. با انجام حکم الله احساس عزتمندی در قلب خود میکنه، نه احساس ذلت. و اگر یک نفر ولو حکم الله را انجام بده و از انجام حکم الله بترسه و خجالت بکشه، مؤمن به معنای واقعی کلمه نیست. و بس از انسان ها همین حالت دارن، متدینین ما همین حالت دارن. دیندار است مثلا بیش داره، گاهی وقتا ایدی از مردم با داشتن بیش خجالت نکشه بین مردم بره، احساس حقارت میکنه. این ذلت است و این ایمان نیست. شما ببینید این مردمانی که مخالف حکم الله عمل میکنن، پیروان علنی شیطان، بسیار به افتخار میآیند در تلویزیون در رسانه میشینه و از پیروی از شیطان افتخار میکنه. ما مؤمنیم در پیروی از الله افتخار نمیکنیم و خجالت میکشیم. حقیقتا میتونه همین ایمان بوده باشه؟ همین میتونه ایمان بوده باشه؟ و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم در خلاف از این روحیه داشتن، با کمال افتخار با حکم از احکام الله عمل میکنن. و اینمی عزتمندی و افتخار از کجا میدانستن؟ از این که مفهوم ایمان به الله را درک کرده بودن، الله را میشناختن. الله ذاتی است که کمال عدالت و کمال حکمت و کمال علم را دارد. پس حکم الله حکم عادلانه و حکیمانه هست و عالمانه هست و هر حکم خلاف حکم الله جاهلانه است. پس کسی که به حکم الله عمل میکنه باید خجالت بکشه، یا کسی که حکم الله را نقض میکنه باید خجالت بکشه.